بیا من از کانال باروش هستم و امروز میخوایم بریم یک گرافیتی روی دیوار بزنیم. من خودم خیلی ذوق دارم چون تا به حال این کارو نکرده بودم. الان میریم رنگ میخریم، یه جا میریم روی دیوار بزنیم، ویدیو تو براتون رنگا رو خریدیم. رنگایی که نیاز داشتیم برای گرافیتی آبی و سیاه بود که ما تهیه‌شون کردیم از اینجا و حالا میخوایم بریم یه جایی که میشناسم گرافیتی رو بزنیم. دیوار پیدا کردیم که بتونیم گرافیتیمون رو بزنیم. ما اینجا پر طرح گرافیتی آخر ویدیو نشونتون میدم. حالا طرح ما اینه، به این صورت ما میخوایم اینو اجرا کنیم. رنگاش هم که گرفتیم. خب اولا میخوایم با سیاه شروع کنیم دوراشو بزنیم. که فعلا نامعلومه باید تمیزترش کرد. خب حالا میریم برای قسمت های رنگی دیگهش. الان این رنگ آبیشو شروع میکنیم به زدن. اینجا آبیشه، اول از همه باد اسپری رو باید خالی کرد که رنگش بگیره. قسمت دیگهش بالاش هم آبیه. خب ما یه بار دیگه بلک بدم میگیریم که بتونیم که جاهاشو مشخص کنیم. الان قسمت های آبیش تمام شد. حالا بعدا تمیزترش میکنیم. حالا میریم سراغ قرمز که اول هواش رو خالی میکنیم تا رنگش بیاد. حالا این قسمتاش قرمز. خب الان ما جامون مشخص شد. حالا شروع میکنیم به تمیز کردنش که رنگش بیشتر باشه. اینجا رنگ آبیمون بود. این قسمت بالایی
صورت قسمت‌های قرمزش که این قسمت‌ها بودن. این یه قسمت قرمزش هم می‌زنیم. خب این شد از طرح کار که حالا من میخوام با همین رنگا کنارش اسممو بزنم و اسم چنلمو بزنم. سیاه برمی‌داریم. اول اینو درمیاریم. خب اسم من میکائیله و اسم چنلم باروسه. ما میخوایم اینجا اسممون رو بزنیم. حالا میریم قسمت باروس. خب حالا با قرمز و آبی خوشگل‌ترش می‌کنیم. بردارش آبی رو برمی‌داریم. اینجا قسمت امش بود که ما یه خطی پایینش می‌کشیم. حالا اینجا قسمت آیش بود. حالا قسمت که خب حالا اینجا قسمت ایش بود که ما اینجوری میزنیم. اینجایی که رنگ نمی‌کنم به خاطر اینکه می‌خوایم اون قسمتش رو قرمز کنیم. حالا اینجا قسمت ایشه که ما داخلش رو رنگ می‌کنیم. اینجا هم قسمت الشه. این شد از این. حالا جایی که دایره داره رو کامل می‌کنیم داخلش رو. این شد کش یه جایی نره فقط این اینجا رو زد برنگتر کنیم تا معلوم بشه. یه ذره قسمت‌های سیاهش رفت داخل. ما دوباره اینا رو شروع می‌کنیم. جا کیش که اصلا معلوم نیست. حالا میریم قسمت‌های قرمزش. این دفعه دوراش اینجا کیه؟ خب اینجا ایشه که دور شما رنگ میکنیم. اینجا ایشه همچنان دورش. اینجا هم ایشه که ما اون. حالا میریم قسمت باروس. باروس رو میخوام برعکس، داخلش رو قرمز و بیرونش رو آبی انجام. اینجا فیشه که ما گفتیم داخل آبی بود، الان داخل قرمز.
شکل ما یه دونه اینجا میزنیم، یه دونه اینجا. حالا میریم سراغ قسمت آبیش. این دفعه بیرونش رو رنگ میکنیم با آبی. با اینجا ایه، اینجا آرشه، اینجا اوشه، اینجا هم اسشه که قسمت های بیرونش. حالا با سیاه یه ذره بهترشون میکنیم و یه سری شکاف‌های رو روی طرح اصلی ایجاد میکنیم برای اینکه بهتر بشه. مثل اینجا سایه. خب اینیم قسمت میکا، این که اینجا امش بود، اینجا آش بود، اینجا ایشه، اینجا ایشه، اینجا بیشه که خیلی کم رنگه، یه باراسه. حالا اینجا ایشه، اینجا آرشه، و این شد نتیجه کار که در همچین جایی ما همچین چیزی گذاشتیم و این شد اولین ویدیوی کانال که اینجا پر از طرح گرافیکی بود. حالا بعدا هم میان با رنگ‌های مختلف و ویدیوهای متفاوت هم تو کانالم می‌بینید. فعلا خداحافظ. ببینید اینجا جایی بود که گفتم گرافیتی روشه. اینجا هرچی اومدن دستشون زدن، خیلی جای چیزیه و من اینجا که دارم میبینم الان نقش‌ها روی هم زدن، یعنی اینجا یه نقش دیگه بوده یا رو اومده کثیف کاریش کرده. و اینکه اینجا کلا ما هر موقع بخوایم گرافیتی بزنیم میایم اینجا، چون هم دیدش کمه، همین که اصلا جای گرافیتیه و اینکه نقش‌های جالبی هم هست اینجا و اینجا از همش قشنگتره اینی که زده. و این که این بود از اولین چیز و بعدا هم میایم اینجا که گرافیتی بزنیم و اینجا حتی شیشه هم شکسته که اینجا هم نقشای توپتشونه که همینجوری یه چیزی زدن ولی اینجاها کاملا خوشگل بود و اینکه ما بازم میایم اینجا. فعلا خدا.